فکر کردی فقط تو باشگاه ورزشی لوازم ورزشی هست؟ زیر زمین ما مجهز به تمام لوازم ورزشی. بدبخت عرض اندام در راه هست، به زودی عرض اندام میکنم. بدبخت راستی به اون دومادتون که بشه باجراق من بهش بگو پشت سر من زیاد حرف نزنه. بدبخت ولی خود شیرینی. بدبخت اندام در راه هستا. بدبخت بگو تو تا حالا به بابات نگفتی بابا جون. آدم به پدرزنش میگه آقا جون آقا جون، مامان جون سنگک بخرم. بدبخت آشمال تو باختی. کامل زیرزمینو بگیر، ماهواره رو بگیر، یه جور بیافته که ماهواره داریم زیرم، تلویزیونم روشنه. ست ورزشی منو کامل بگیر. اون پشتم نوشتهاش انگلیسیاش معلوم باشه. لباسم ست ورزشی کامل بگیر. بدبخت. من دارم کار انجام میدم، دارم بیزینس میکنم، هی مرتب پشت سر هم داری زنگ میزنی به من. به شما میگم خانم محترم من دارم کار انجام میدم. 10 میلیون شما 10 میلیون تومان دیروز به من ضربه زدی. من داشتم بیزینس میکردم. چه معنی داره شما یک کاره به من تماس بگیری؟ اصلا شما من از کجا گیر آوردی؟ بعد قبلش اگه شعور داشته باشی یه اس ام اس میدی، میتونی صحبت کنید، نه اینکه یک کاره بگیری زنگ بزنی به من. بعد قطع میکنم هی پشت سر هم بستی به زنگ، هی زنگ میزنی. این شخصیت وره 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 جانت گبو کاسروانه. وره 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 جانت گبو کاسروانه. تو تنهایی قلبم یه شب نقش تو افتاد، مثل این که خداوند تو با عشق به من داد. تو دلتنگی دنیا چقدر خوش تیپم، چقدر خوشگلم، خوش تیپم. چه فایده شانس نداره. با من قهر میکنید لطفا دلیلشم بگید، چون نمیدونم کدوم کارم لو رفته استرس میگیرم. मरियमा प्यारे दुल्ला ना देने मरियमा काड़ा शरबे ना देने लैला रे लैला من با پسری ازدواج میکنم که مهریم و 1381 سکه امام بزنه، یه لنکروزم زیر پام بندازه، یه خونه یه لاکچری خوشگلم تو فرشته به نامم بزنه، 3 خواب باشه. سدونگم قبول نمیکنم، کامل باید به نامم بزنه، لنکروزم باید مشکی باشه. این شرایط ازدواج با منه، چون قرار خوشگلترین دختر ایرانو بگیره پس باید هزینه کنه. اگه این شرایطو دارین بسم الله، اگه ندارین برین کنار، بذارین گزینه‌های اصلی بیاد. اله من قربون فرقونت برم، اله من قربون فرقونت برم. من عاشق فرقون سازمانم. خسته نباشی، خدا قوت. اله بمیرم برای چقدر تو آفتاب شد و بل شدی مادر. قربونت برم، خسته هم نباشی. مراقب فرقون باش. باشه؟ خب مراقب فرقون باش. خدا فرقون گناه داره. فرقون دردت به جونم. فرقون جا برو مادر، برو قربون قد بالت برم. من خسته نباشی، خدا به سلامتی بده. دست خودم نیست دیگه دست خودم نیست دیگه، دل تو دلم نیست. این فرقون و بیل و کلنگ سازمان و من دوست دارم، استنبالی هم میخوام، تازه میزم در من خودم و دوست علاقه دارم دیگه. لا اله الا الله. خوشتی
خیلی بودش. بهروش بختیاری. شما نمیشناسید؟ شما بهروش بختیاری رو میشناسید؟ شما چی؟ هیچ کی بهروش رو نمیشناسه. من بهروش بختیاری دوست پسر سابقم بود که همیشه با پرادو میامد دنبالم و چقدر ما کیف فرنچ، یعنی زبون تو زبون اینجوری لب عاشقانه میگرفتیم. اما بهنوش سر که من بهش گفتم بهنوش تو فیلمای کمدی دیگه بازی نکن، مردم دارن منو مسخره میکنن، به هم زدیم. امشب میخوام یه اعتراف تلخی بکنم. من برای کالباس حاصلم جونمو بدم. میری تو خیابونی یه نگاه میکنی دختره دستاش تو دست دوست پسرشه، فشاری میشی نه؟ خدایا بسوز عقده دوست پسر رو به گور میبری تو. والله امیدی دوست پسر دلم میخواد، منم آدمم، بمیر بازا ایک بری. بدبخت تو فکر کردی بعد اینکه تو بری من تنها میمونم؟ نه، دارم ازدواج میکنم، یه نفر تازه پیدا کردم، داریم همدیگر رو شناسایی میکنیم. بدبخت با هم تفاهم داریم. بدبخت خانواده داره، سن باباشم بالاست. بدبخت دست خداست. فردا باباش سرشو بذاره زمین، اونجور که دیشب حساب کتاب کردم نزدیک 600-700 میلیون پول میرسه دستم. بدبخت پفکم میخوره موقعی که رانندگی میکنم، پفک میذاشته دهنم. بدبخت تو چی میفهمی اینا یعنی مشارکت. بدبخت باباشم اصلا دهنش بو نمیده. بدبخت تو چی حالیت این چیزا؟ اینا اصالت دارن. بدبخت موقعی که میخنده اینجاش تا سوراخ میشه، سوراخ در میاد. رفتم پرسیدم میگن اینا آبچنه بدون عمل، میگه اون سوراخاش اینجا میخنده در میاد. بدبخت منتظر باش از این بعد هر چی بخوره میخوام فیلم بگیرم، بذار کارهای اداریمون انجام بشه، 30% توافقم برسیم. بدبخت تموم کار. بدبخت تو باختی. با هم قدم میزنیم و فیلم بگیر. بریم تو باختی. بدبخت مجده مستاجرمون رفت، واحد تمام مبله اجاره داده می شود. با هم بریم داخل واحد رو ببین. خواهشاً دلالای محترم تماس نگیرن. سالن غرق در نور، پرده خور تازه نقاشی شده به صورت مبله، آینه کوب. در ضمن این واحد دارای وای فای و استخر نمی باشد. با هم بریم سیستم مستر آشپزخونه رو ببینیم. این قسمت هم قسمت آشپزخونهشه که به صورت فول امکانات کلیه تجهیزات آشپزخونه، پرده خور غرق در نور و آشپزخونه به صورت مستر هست. مستر خیلی سوال کردن چه وقتی که شما از این قسمت وارد حمام میشین به این قسمت مستر میگن. سیستم سرویس بهداشتی این واحد مبله هم داخل حیاط هست که به صورت هم فرنگی هم قدیمی هستش که سیستم درش هم پرده خوره. بدبخت بهت گفته بودم من تابستونه سفر دریاییام شروع میشه یا نه؟ اینقدر در ساحل میخوابم که تغییر رنگ شکلاتی بدم. بدبخت شکلاتی برمیگردم. بدبخت بیام دریا من خودمو چال میکنم، عشقشو میبرم. من رکورد داره 7 دقیقه زیر آب بدون تنفسم. بگیر تایمو. تو میتونستی مثل من توی دریا توی ماسه ملق بزنی عشقشو ببری. تو لیاقت داره. ببخشیدم شما جردن دوست دارین؟ جردن همونجور که کفشاتو بردن. آخرین بار که رفتی جردن کلا یه بار رفتی خونه شوهرمه، مامانت اونجا بود، محو زیبایی خونه شده بودی، از خونه بیرون نمی اومدی، بابات زد تو سرت به زور آوردت از خونه بیرون. 10 سال دیگه نذاش بری بالا شهر.
جردن فرشته آسرسته ببخشیدا قاسم آباد چه خبر؟ خدایا نگیر شادی رو اما نگیر. قاسم آباد؟ بله